یک دادگاه دوشنبه 9 ساکنی محله دروازه را با گناه افراطگرایی، تأسیس سازمان افراطگرا و پنهان داشتن جنایت به مهلت‌های گوناگون زندان محکوم کرده است. به قول مفتشان کمیته دولتی امنیتی ملی، این افراد در بین مردم محلهشان عقیده‌های جریان سلفیه یک رویه تندگرای اسلامی را ترغیب می‌کردند که دادگاه عالی تاجیکستان آن را ممنوع اعلام کرده است. همکاران ما در رادیوی آزادی این خبر را پیگیری کردند و قبل از برنامه در صحبت از همکارم طاهر سفر جزئیات پرونده را پرسیدم. چندی از خویشاوندان محکوم شدگان به رادیو آزادی گفتند در محاکمه در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی که روز 17 ایون صورت گرفت، دادرس 5 نفر را به افراطگرایی، تأسیس سازمان افراطگرا و برانگیختن عداوت دینی و مذهبی گناهکار دانست و از 5 تا به 5.5 سال زندان محکوم کرد. 4 نفر دیگر به قول مصاحب دیگری رادیو آزادی برای پنهان داشتن جنایت و یا آگاه نکردن مقامات انتظامی از جنایت به 8 ماه تحمل در زندان محکوم شدند. خویشاوندانشان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران به جنایت اتهامات را رد کرده و گفتند که پیروی جریان سلفیه نیستند. در عموم در پرونده جنایی افراد محکوم شده در روز 17 ایون نام 17 نفر ذکر شده است که به قول مفتشان کمیته امنیت ملی تاجیکستان از اعضای جریان دینی اکستریمیستی سلفیه می باشند و پیوسته میان ساکنان محله فکر و عقیده های این جریان را تشویق و ترغیب می نمودند. در پرونده آمده است 8 نفر دیگری متهم به جنایت یا در روسیه قرار دارند و یا جای اقامتشان معلوم نیست. بسیار از این افراد زادگان جماعت یزغالگلام هستند که در ماه مارس امسال در محله درواز در دوشنبه دستگیر شدند. متهمان به جنایت را ماه مارس امسال در محله زیستشان دستگیر کردند و آن زمان گزارش میشد که تعداد بازداشت شدگان نه کمتر از 20 نفر است. و سوال دیگر از همکارم این بود که تا کنون مقامات رسمی درباره این پرونده و اتهامات این افراد که شمارشان کم نیست چیزی گفتند؟ مقامات انتظامی تاجیکستان از آن زمان تا کنون خبری رسمی در این باره نشر نکردند و هم نگفتند که ساکنان محله درواز که اکثرا جوانانند و چه متهم میشوند، اما در پرونده جنایی گروه 9 نفری که ما دیدیم آمده است آنها بر علاوه ترغیب جریان سلفیه سیاست‌های حکومت تاجیکستان را تنقید می‌کردند که گویا مخالف به دین است. در پرونده آمده است نامبردگان شخصانی را که برای نمازگزاری به مسجد تشریف می آوردند سرزنش نموده ابراز می نمودند که خواندن نماز در مسجدهای جمهوری تاجیکستان درست نیست، چون که ملاها همه درباری بوده درباره سیاست داخلی و خارجی و دیگر پیشروی های حکومت رحمان و سخنرانی می کنند و به خلق اصل دین را نمی آموزند. پایان اقتباس. ظاهرا با نظرداشت حساسیت موضوع وکیلان دفاع متهمان به جنایت هم تا کنون درباره نظری زیر حمایه های خود چیزی نگفتند. همه بازداشت شدگان زادگانی از گلام جماعت در ناحیه ونج هستند که در پایتخت و گوشه‌های دیگر تاجیکستان هم کار و زندگی میکنند و بار اول نیست به طور گروهی بازداشت و زندانی میشوند. ماه دکبر سال گذشته دادگاه عالی 31 ساکنی جماعتی از گلام را با گناه‌های گوناگون از جمله عضویت در سازمان تندروی انصارالله از 2 تا به 23 سال زندان محکوم کرد. سازمان‌های حامی حقوق پیوسته حکومت و مقامات تاجیکستان را تنقید می‌کنند که با بهانه مبارزه با افراطگرایی و تروریسم حقوق مردم و به خصوص حقوق مذهبی آنها را پایمال می‌کند. کمیسیون بین المللی آمریکا درباره آزادی‌های دینی هم هر سال تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق دینی و مذهبی مردم تنقید کرده و آن را در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است. تشکر. همکارم طاهر سفر بود با جزئیات حکم 9 ساکنی محله دروازه شهر دوشنبه.